خیلی خوشحالم که شما دورای درمانیتون تموم شده و به بهبودی کامل رسید. بله آقای دکتر، من احساس میکنم که بهبودی کامل پیدا کردم. واقعا نمیدونم چجوری از شما تشکر کنم. خواهش میکنم. این بهبودی شما بزرگترین تشکره برای یک دکتر. در هر صورت شما و تمرینات بی‌نظیرتون کمک خیلی موثری برام. خواهش میکنم. البته نه، اشتباه نکنید. اساساً ببینید، بیماری شبیه سازی ذهنی چیزی نیست که به خودی خود قابل حل باشه. شما حتما با تمرین و ممارست خودتون بوده که تونستید اون دوست ذهنی رو از ذهنتون بندازید بیرون و تبدیل به یک انسان با ثبات بشید. به هر حال شما حق بزرگی به گردن تک تک ماها دارید. خواهش میکنم. برای همین ما امروز اینجا جمع شدیم تا از شما تشکر کنیم. بچه تشکر کنین از آقای دکتر. وقت آقای دکتر نگیرین، بلند شین بریم. بیا بریم دیگه. بیا ببخشید، این شما رو خیلی دوست دارم. خداحافظ آقای دکتر. خانم تامی. خداحافظ. خان تامی.